بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال شفاف تیوی. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوک. دیروز تصاویری به اسم دیجیکالا توی فضای مجازی منتشر شد که خیلی سر و صدا کرد. چندین نفرم برای من فرستادن. من برنامه نساختم براش، ثبت کردم ببینم که موضوع از چه قراره و البته فرصت هم نداشتم. شاید اگر فرصت داشتم دیروز این برنامه رو منتشر می‌کردم. اما تو این تصویر که دارید می‌بینید تصویر یک زن بی‌حجاب هست و نوشته تو آغاز شجاعتی. روی تصویر هم همین رو نوشته، زیرش نوشته زن راوی زندگی. این تصاویر رو منتسب کرده بودن به کارمندان دیجیکالا. باز توی تصویر دیگه که دارید می‌بینید این عکس منتشر شد، باز هم بدون حجاب، ظاهراً توی آسانسور هست، نوشته تو آغاز شجاعتی زن راوی زندگی. بالای تصویرم دارید می‌بینید نوشته تو همه این روزهای سخت دیجیکالا همراه و کنارمون بوده. امروز هم نشون داد که راه درسته و ادامه دار. باز توی تصویر دیگه که ظاهراً جلوی درب سرویس بهداشتی بوده این عکس منتشر میشه، نوشته تو آغاز تغییری زن راوی زندگی. باز بالاش نوشته این یک برچسب ساده و بی ارزش روی آینه سرویس بهداشتی نیست، این اثر پروانه‌ایه، کارهای کوچیکی که به سبب تأثیر فلان دیگه ادامش معلوم نیست. اما ماجرا از چه قراره؟ بعد از انتشار این تصاویر خب یه عده اومدن گفتن که چه وضعشه، مملکت مگه اسلامی نیست و دیجیکالا فلان. خب دوست عزیز، اگر نگران مملکت اسلامی هستی تو پاساژهای غرب و شمال تهران دیگه معلومه چه خبره. این که دادستان کل کشور و معاون ایشون میاد میگه که آقا ما دستور دادیم پیگیری بشه، بررسی بشه و برخورد بشه با کشف حجاب، خب شما میبینید در عمل اتفاق نمیفته. اما چی میشه به یک بار دیجیکالا سر زبون ها میفته؟ به نظر شخصی من اینه که یه جوری ضد تبلیغ هست، مثل همین فیلمی که الان این حمید فرخ نژاد بازی کرده بود توش در رابطه با مقابله با داعش. ساترا میاد میگه که مجوز نداره، نباید پخش بشه. فیلمو که متعلق به آپارات هست و گردن کلفتی میکنه بدون مجوز قانونی میاد پخشش میکنه. بعد جالبه همین بچه انقلابی ها مثلا که خودشون رو انقلابی میدونن میان همین سریال رو پروموت میکنن، برجسته میکنن. یه تیکه از اونجایی که حالا از فیلم برداشتن، صدای سردار سلیمانی هم روی اون فیلم هست، منتشر میکنن، اسم سریال هم مینویسن. خب این میشه ضد تبلیغ. یعنی چی؟ یعنی تو برو این فیلم رو ببین، به جامعه داری این رو القا میکنی. ضد تبلیغ دیجیکالا هم از اینجا نشأت میگیره به نظر من که دو سه تا رقیب جدی پیدا کرده. یعنی یه دوره دیجیکالا به صورت انحصاری هر کاری دلش خواست کرد. شما کالا می‌خریدی مرجوعی و فلان و اینا، یه موقعی مشکل می‌خورد، بعد میگفت آقا اینجوریه، یا مثلا یه جنسی رو می‌گرفتی میگفت نه الان موجود نیست. خب تو چرا اینو فروختی که بعد رفته بالا میگی موجود نیست؟ بعد از انتشار این تصاویر دادستان تهران به پلیس فتا دستور میده مبنی بر پیگیری کشف حجاب در دیجیکالا. خب همونطور که گفتم تو این یکی دو روز گذشته این تصاویری که الان دیدیم تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه مبنی بر اینکه در داخل ساختمان یه شرکت اینترنتی برخی کارمندان کشف حجاب میکنن. علی صالحی دادستان تهران در واکنش به انتشار این تصاویر توی فضای مجازی دیگه بعد از بررسی موضوع معاون حقوقی شرکت دیجیکالا رو به دادستانی تهران دعوت کردیم تا در خصوص این موضوع توضیحاتی رو بده. من قبلا با این معاون حقوقی دیجیکالا صحبت کردم، اگر همون معاون قبلیشون باشه. شما اگر عضو دیجیکالا بشید، خصوصا در بخش همکاری در فروش، اگر اونجا مشکلی برای شما بیاد تیکت بزنید، یعنی روزگارتون سیاهه، یه جواب درست درمون به شما نمیدن مگر اینکه به یه جایی وصل باشی و اینها، بعد دیگه بهت زنگ بزنن. اینو با اطلاع دارم میگم. حالا کاری با ایناش نداریم. معاون حقوقی این شرکت میره بعد میگه که آقا این مکان کشف حجاب اصلا مربوط به دیجیکالا نیست و تصاویرم از سوی کارمندای دیجیکالا نیست، افرادی قصد تخریب و سوء استفاده دارن. دادستان تهران هم بعد از اینکه این صحبت‌ها رو میشنوه و اظهارات معاون حقوقی دیجیکالا رو میشنوه دستور میده که برای مشخص شدن موضوع، منبع و مکان انتشار این تصاویر توسط پلیس فتا شناسایی بشه. اما از این بگذریم، ما یه سوال داریم از دیجیکالا و همچنین از دادستان تهران به عنوان مدعی العموم که ورود پیدا بکنه. دیجیکالا تخلفش یکی دوتا نیست. حالا اون تخلفات صنفی و اقتصادیش جای خود، تخلفات عدیده اعتقادی هم داره. مثلا برای نمونه این تصاویر که شما دارید میبینید، حالا تابلو فرشش که با این مشکلی نداریم، اما اینجا میبینید زیر لیوانی طرح قرآن کد فلان میبینید آیات قرآن رو نوشتن. الان من ببینم تصاویر رو بتونم باز کنم. بله این تصویر رو میبینید شما،
تصاویر قرآن رو دارن منتشر میکنن به عنوان زیر لیوانی و این محصول رو توی دیجیکالا دارن میفروشن. قیمت 20,000 تومان، افزودن به سبد خرید. ببینید هیچ مشکلی نداری، شما میتونید الان این رو بخری. ورود و ثبت سفارش، ببینید خیلی راحت. اینجا شماره موبایل رو میزنید، ورود رو میزنید، وارد میشید، خرید میکنید. الان من برای مثال همین کار رو انجام میدم. شماره موبایلم رو وارد میکنم که بتونم وارد بشم. بعد از دیجیکالا این رو میخوام بخرم. شما ببینید چه اتفاقی میفته اینجا الان. خب یک کدی برای من ارسال شد. بله اینم کد من. ملاحظه فرمودید من الان وارد شدم. اگر تکمیل مشخصات رو بزنم وارد صفحه پرداخت میشم. حالا یه دونه هم نیست، چندین نمونه است. این دوباره یه نمونهشه، اینجا یه نمونهشه، اینجا یه نمونهشه، هم زیر لیوانیه. خب وقتی دیجیکالا خیلی راحت داره توهین به مقدسات میکنه، شما انتظار دارید کشف حجاب نکنن. حالا ما نمیگیم کشف حجاب اونجا بوده چون واقعا بر ما مسجل نیست، اما این که سنگین‌تر از اونه که قبح زدایی میکنه، کم کم توهین به مقدسات شروع میشه. شما تو دوره اغتشاشات میبینید دیگه، اینا شعار زن زندگی آزادی هم میدادن برخی از این سایت های بزرگ ایرانی. حالا دیجیکالا هم تو اون موارد بود که یه سری صحبت ها پیرامونش بود تو دوره اغتشاشات. خب وقتی اینجوری هست دادستان محترم باید ورود کنه به این مسائل. اینا قدم قدم میان جلو دیگه، یه قدم، یه توهین، یه جسارت، یه اهانت. شما اگر کار نداشته باشید دفعه بعد بدتر، دفعه بعد بدتر. همینجوری این استحاله رخ میده. شما چه شده یهو باز میکنید مثلا نصف این شرکت ها کلا تعطیلن مرخصن. یه بازرسی چیزی بفرستی دوره‌ای، اینا رو چک بکنید ببینید توی شرکت هاشون چی میگذره. مخصوصا نهادهای اطلاعاتی امنیتی باید بیان روی این پروژه ها ویژه کار بکنن. حالا توی برنامه دیگه که در رابطه با رمز ریال هست، در رابطه با این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مثل قارچ داره تو کشور زیاد میشه توضیحاتی میدم که اونجا هم باز یه بخشیش برمیگرده به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی که باید بیان روی اینها کار بکنن. این مملکت انقدر ما دشمن داریم، باید تک تک ما به عنوان شهروندان نمونه حواسمون باشه، دغدغه داشته باشیم، برای اون مهم باشه. ما بچه مسلمونیم. ببین ولو اینکه تو اگر نماز نخونی، روزه نگیری، نمیدونم، هر کی اعتقاد خودش رو داره، قیامت هم هر کس باید جواب خدا رو خودش بده. ما که همدیگه رو تو گروه همدیگه نمیذارن که ما بیایم خیلی پافشاری کنیم نه حتما این کارو کن اون کارو کن. ما وظیفمون ارشاد میکنیم، هر کس دوستش عمل میکنه، دوست نداشت به خودش مربوطه. اما نسبت به مقدساتت که باید غیرت داشته باشی. توی که بچه شیعه هستی، ماه محرم میری هیئت، تو ماه رمضان سعی میکنی روزه بگیری، حتی اگر روزه هم نگرفتی، روزه خواری نمیکنی، سر سفره سحر یا افطار با خانواده میای میشینی که اون حالت معنوی رو درک بکنی، در برابر این تخلفات محکم باید بایستی. دیجیکالا که چی گنده تر از دیجیکالا باشه ما تحریمش میکنیم. من به عنوان یه بچه شیعه، به عنوان یه ایرانی، از این لحظه به بعد از دیجیکالا 1 ریال خرید نمیکنم. 1 ریال ولو شده جنسی رو با مشقت زیاد، با سختی فراوون، با قیمت بالاتر بخرم میخرم، اما از دیجیکالا دیگه خرید نمیکنم. من به نوبه خودم دیجیکالا رو تحریم میکنم. دوستانی که دغدغه دارن همتون به گوش باشید، حواستون باشه. گردن دیجیکالا رو امثال ما داریم کلوف میکنیم. ما شهروندان ایرانی دیگه، هر کسی که توی این مملکت زندگی میکنه، از چارت کسب و کار نوپا حمایت نمیکنیم. خودمون نمیریم سراغ ایجاد چنین فروشگاهی. الان فکر کنید دیجیکالا چی داره مگه؟ دیجیکالا اوایل جنس میفروخت، تو انبارش جنس داشت، الان داره با بقیه کار میکنه. یعنی فقط پول اون برند سازیشو داره میخوره، سرمایه‌شو نمیاره بخونه جنس بخره بذاره تو انبار به شما جنس بده. دلالی میکنه، به نوعی دلالی و واسطه‌گری داره میکنه. حالا بماند که چقدر داره از این راه پول در میاره، خیلی راحت داره دهنکجی میکنه به مقدسات و ما باید جلوش بایستیم. هر کی از راه رسید بله بفرمایید چی شده؟ دیجیکالا اینو زده، دیجیکالا اونو زده، در دیجیکالا فلان اتفاق افتاده. این میشه نوعی ضد تبلیغ. حتی الان همین کار ما هم به نوعی ضد تبلیغه. ما حرفایی رو اینجا زدیم که خیلی حقایق روشن میشه درباره دیجیکالا و اونایی که دغدغه دارن، مؤمنن، در دلشون ذره‌ای به خدا اعتقاد دارن، اینجا غیرتشون باید به جوش بیاد. باید دیجیکالا رو تحریم کنن. باید از دادستان تهران درخواست کنن که آقا ورود کن. این چیه گذاشتی تو سایتش؟ زیر لیوانی. قرآن رو سر ما جا داره. برید یکی از علما رو پیدا کنید، حتی کتاب دعا نمیذارن رو قرآن. قرآن بالای همه چیز باید باشه.
تو چطوری زیر لیوانی تولید کردی گذاشتی تو سایت میفروشی که طرف چای میخوره، کافه میخوره، فلان میخوره، بذاره رو اون. این مقابلش محکم بیستید و ذره کوتاه نیایید. حالا توی فارس اینور اونور کمپینی میخواید بزنید، بیایید بگید ما هم حمایت میکنیم. حتما دیجیکالا باید پاسخگو باشه بابت انتشار این محتوا، این پست و این محصولات که داره به فروش میرسونه. حالا اون بحث کشف حجابش هم که پلیس فتح باید بررسی بکنه، دادستان تهران پیگیری میکنه و ما هم باید مطالبه کنیم. ببین مطالبه مردمی نباشه قوه قضاییه دل سرد میشه، باید مطالبه مردمی باشه که قوه قضاییه محکم بیاد پای کار و تا آخر پیگیری بکنه و اگر جرم محرز شد پدر اینا رو در بیاره، حالا هر کی میخواد باشه. امیدوارم همچنان همینطور که تا به حال دغدغه داشتید از این به بعدم دغدغه داشته باشید. ما برای این مملکت، برای اسلام، برای قرآن، برای نظام، برای ایرانمون 300,000 تا شهید دادیم، شوخی نیست. یه نفر یه عزیزی رو از دست میده تا 40مش عزادارش، شاید تا سالها داغدارش باشه. چطور میشه که ما 300,000 شهید رو فراموش بکنیم؟ این شهدا فردای قیامت یقه ما رو میگیرن. یعنی شما چیکار کردید تو این مملکت؟ ترک امر به معروف و نهی از منکر دودش میره تو چشم خودمون. اگر یه مینیبوس دودزاد توی کوچه توی محل بیاد وایسه هی گاز بده دود تولید بکنه، آدمای اون محل مریض میشن، ریهشون مشکل پیدا میکنه، باید خودشون کاری بکنن. پس ما مردم این جامعه باید کاری بکنیم. به امیدی که بشیم فلان مسئول فلان کارو بکنه، نه، باید مطالبه گری کنیم. اگر مطالبه گری نکنیم یه عده مثل اینا وقیح میشن، میان این کارا رو انجام میدن. ممنون که تا این برنامه همراه من بودیم. بالا که ویدیو کمک میکنید تو اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.